سلام بر شما، خانواده محترم کابل مدیا. نورا امیری هستم، با شما در یک تحلیل ژئوپلیتیک عمیق و بی‌پرده. امروز قصد داریم با هم نگاهی بیاندازیم به یکی از مهمترین پرسش‌های تاریخ معاصر افغانستان. تحلیلی از پشت‌پرده استخبارات منطبی و جهان با طالبان و سقوط دولت جمهوری افغانستان. پس از سقوط دولت دموکراتیک خلق افغانستان به رهبری دکتر نجیب الله و خروج شوروی از افغانستان، جنگ داخلی میان گروه‌های مجاهدین به اوج رسید. این درگیری‌ها با مداخله کشورهای منطقه‌ای مانند ایران و پاکستان تشدید شد. در این شرایط، نهادهای اطلاعاتی غرب، به ویژه MI6 انگلیس و ISI پاکستان، با دیدگاهی جدید وارد صحنه شدند. هدف آنها کنترل جنگ و خلع سلاح گروه‌های مجاهدین بود که پس از سقوط دولت کمونیستی به انبارهای سلاح دست یافته و شهر کابل را درگیر جنگ‌های خونین کرده بودند. با توافق میان ISI و MI6، گروهی از طلاب و ملاهایی که در مدارس دینی پاکستان، مدارس دینی دیوبندی آموزش دیده بودند، تحت آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی حرفه‌ای قرار گرفتند. این آموزش‌ها به قدری کارآمد بود که طالبان در عرض چند ماه مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند. مردم افغانستان که از جنگ‌های قدرت طلبانه و بی‌عدالتی گروه‌های مجاهدین خسته شده بودند، به دنبال نجات دهنده‌ای بودند. طالبان با ظاهری مذهبی، بدون سابقه سیاسی و با شعار امر به معروف و نهی از منکر و جهاد علیه فساد و ظلم، خود را به عنوان نیروی نجات بخش معرفی کردند. این تصویرسازی که توسط اطلاعات منطقه و بین المللی حمایت می‌شد، مردم را فریب داد و آنها از ظهور طالبان استقبال کردند. ظهور طالبان و آغاز نبردهای نظامی طالبان در ابتدا با حمایت ISI و MI6 و با رهبری ملا محمد عمر که از مجاهدین سابق و تحت حمایت MI6 بود، تشکیل شد. ملا عمر که در جنگ‌های داخلی یک چشم خود را از دست داده بود، فردی شجاع، جنگجو و دارای وفاداران وفادار بود. او با شعار جهاد علیه شر و فساد و با استناد به سنت خلفای راشدین، حلقه‌ای منسجم از طلاب و جنگجویان را حول خود گرد آورد. ملا عمر ادعا می‌کرد جهادش از منبر مسجدی در نیمروز آغاز شده، اما در واقع ظهور طالبان برنامه‌ریزی شده‌ای بود که پس از ناکامی گروه‌های مجاهدین در ایجاد دولت پایدار و با توجه به نفوذ روزافزون جمعیت اسلامی و شورای نظار به رهبری برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود که به روسیه نزدیک بودند، طراحی شد. MI6 و ISI نمی‌خواستند افغانستان به کنترل تاجیک‌ها و نیروهای مرتبط با روسیه بیفتد. نقش گلبدین حکمتیار و تغییر استراتژی گلبدین حکمتیار، یکی از رهبران اصلی مجاهدین و مورد حمایت ISI و MI6، نتوانست کابل را تسخیر کند. پس از شکست در برابر شورای نظار، ISI از او خواست تا نیروهایش را به طالبان بپیوندد و از آنها در برابر شورای نظار حمایت کند. این نقشه عملی شد و طالبان با همکاری حزب اسلامی و حمایت اطلاعاتی در کمتر از 3 ماه قندهار و شهرهای جنوب غربی را تصرف کردند. اما حکمتیار به زودی متوجه شد که طالبان تنها به دنبال قدرت انحصاری هستند و قصد ندارند با دیگران همکاری کنند. او در واکنش غیرمنتظره‌ای به طالبان اعلان جنگ کرد. در نتیجه حزب اسلامی در 2 جبهه، یکی با طالبان و دیگری با شورای نظار، درگیر شد. در همین حال طالبان با سرعت به سمت کابل پیشروی می‌کردند و در مناطق تحت کنترل خود شعارهای امر به معروف و برقراری عدالت را مطرح می‌کردند. مردم که از جنگ و بی‌عدالتی خسته شده بودند، طالبان را نجات دهنده خود می‌پنداشتند. تعامل شورای نظار با طالبان و فرار احمدشاه مسعود شورای نظار که تحت تأثیر تبلیغات MI6 و ISI قرار گرفته بود، شرایط را برای همکاری با طالبان مناسب دید. آنها از طالبان خواستند تا با همکاری هوایی نیروهای مسعود، گلبدین حکمتیار و دیگر رقبا را شکست دهند و سپس درباره تقسیم قدرت گفتگو کنند. در این راستا طالبان با حمایت هوایی مسعود به 4 آسیاب محله‌ای در حومه کابل رسیدند. احمدشاه مسعود که از زیرکی و تدبیر نظامی شناخته شده بود، درخواست دیدار با رهبران طالبان را داد. در این دیدار، مسعود دریافت که طالبان هدفشان تصرف کامل افغانستان است و پشتیبان اصلی آنها پاکستان و شبکه‌های اطلاعاتی غربی هستند. طالبان از مسعود خواستند بدون قید و شرط تسلیم شود. مسعود که تنها با چند همراه به دیدار آمده بود، درخواست مهلت داد تا با رهبران شورای نظار مشورت کند، اما در واقع از دام طالبان فرار کرد و به کابل بازگشت. شکست سیاسی مسعود و شروع مقاومت مسعود پس از بازگشت، اولین شکست سیاسی و نظامی خود را تجربه کرد.
او که پیشتر تصور می‌کرد طالبان ابزاری برای پایان دادن به جنگ داخلی هستند، متوجه شد که این گروه تحت کنترل کامل ISI و MI6 قرار دارد و هدفشان حکومت انحصاری است. او به رهبران دولت و فرماندهان نظامی هشدار داد که طالبان پنجابی هستند، اشاره به نیروهای پاکستانی، و با حمایت خارجی می‌خواهند افغانستان را تصرف کنند. مسعود دستور داد نیروهایش در سرکوتل خیرخانه و مسیرهای شمالی مستقر شوند تا از ورود طالبان به کابل جلوگیری کنند. همچنین با فرماندهانی مانند عبدالرشید دوستم اسماعیل خان و عبدالرسول سیاف هماهنگ کرد تا در برابر دشمن مشترک متحد شوند. سقوط کابل و قتل دکتر نجیب الله. با وجود آمادگی مسعود، طالبان در عرض چند روز کابل را تصرف کردند. نیروهای شورای نظار بدون مقاومت جدی عقب نشینی کردند. اما نیروهای مسعود در پنجشیر مقاومت کردند. یکی از اقدامات نخست طالبان پس از ورود به کابل اعدام دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان بود. این اقدام هم پیام به شوروی و غرب بود، مبنی بر پایان نهایی نفوذ شوروی در افغانستان و هم جنبه‌ای قومی داشت، چرا که نجیب الله از قوم احمدزی بود و قتل او به نفع پوپازی‌ها که در سیاست 100 سال اخیر افغانستان نفوذ داشتند تفسیر می‌شد. مقاومت مسعود و شکلگیری جبهه شمالی پس از سقوط کابل، طالبان تمامیت‌خواهی خود را آشکار کردند. کشورهای غربی که پیشتر افغانستان را به طالبان واگذار کرده بودند، اکنون با دولت مذهبی ضد غربی و حامی گروه‌های افراطی روبرو شدند. احمدشاه مسعود با همکاری فرماندهانی مانند دوستم، عطا محمد نور و دیگران، جبهه مقاومت شمالی را تشکیل داد. این مقاومت در شرایط سخت با محاصره اقتصادی و قطع راه‌های ارتباطی ادامه یافت. مقاومت مسعود و شکلگیری جبهه شمالی. جزئیات رویدادها، نقش فرماندهان و ساختار نظامی مقاومت سقوط کابل در سپتامبر 1996 و ورود طالبان به پایتخت، نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان بود، نه به عنوان پایان جنگ، بلکه آغاز یک دوره جدید از مقاومت ملی و نظامی. احمدشاه مسعود، فرمانده شناخته شده جبهه شمالی و وزیر دفاع دولت ربانی، با وجود شکست ظاهری در کابل، هرگز تسلیم نشد. او با دیدگاه استراتژیک، تدبیر نظامی و قدرت جذب ائتلاف‌های سیاسی نظامی، پایه‌های مقاومت منسجمی را در شمال افغانستان بنا نهاد. مقاومتی که نه تنها طالبان را برای 5 سال در مرزهای شمالی متوقف کرد، بلکه زمینه‌ساز سقوط آنها در 2001 شد. عقب نشینی تاکتیکی و تشکیل خط دفاعی در شمال مسعود پس از فرار از چهارآسیاب و بازگشت به کابل، به سرعت برنامه‌ریزی کرد. او می‌دانست که نیروهای شورای نظار در کابل، که از خستگی جنگ، اختلافات داخلی و فشار روانی مردم رنج می‌بردند، نمی‌توانند در برابر لشکر طالبان مقاومت کنند. بنابراین، تصمیم گرفت نیروهایش را به صورت تاکتیکی از کابل خارج کند و در مناطق کوهستانی و استراتژیک شمال مستقر سازد. اگر مایلید این تحلیل را ادامه دهیم و بدانید پس از این صحنه‌ها چه رویدادهایی در پس‌پرده سیاست و قدرت رقم خورد، لطفاً از کابل مدیا حمایت کنید. شما امروز با نورا امیری و در کنار کابل مدیا همراه بودید و اگر همچنان در کنار ما بمانید، قول می‌دهم تحلیل‌های عمیق‌تری را با هم بررسی کنیم. از پشت پرده سقوط جمهوریت افغانستان، عوامل داخلی و خارجی آن و نقش بازیگران پنهان در این فاجعه تاریخی. تا بخش دوم این تحلیل در خدمت شما خواهم بود. شب خوش، به امید دیداری دوباره با تحلیلی تازه، عمیق و بی‌پرده.